سلام بچه ها. امروز اومدیم با بازی حدس بلاک با آقای کریپر و آقای هیتمن. جان دفتو بچه جان البته هیتمن چراست. این بلا اینا همون بلاک هاییه که باید دو حدس بزنه. هیتمن واسا شروع نکن. باشه. میشه یه دوتا اضافی کنی از این چیزا؟ کم جاش. به بچه ها بگو که باید لایک و سابسکرایب کنن. بله بچه ها یادتون نره. خب این چیز میکنی بچه ها؟ حتما لایک و سابسکرایب کن. بله. آیه خب حالا کریپر من این دوتا رو اضافه کن به من. کم جاش. آها. خب بذارم. خب بذار. یک. اونقدر نیستش. خب واسه خب شیشه ها رو میکنی. گفتم بذار دوتا بیشتر. آها کمه؟ بله. دایمندی هم توش داره؟ بچه توی نمیدونم. بچه تو کامنت ها حتما گیج. بچه تو کامنت آقا به خاطر هر کدومون رو دوست دارید. اگه آقای کریپر رو دوست دارید قلب سبز، اگه آقای هیتمن رو دوست دارید قلب سیاه و قرمز رو بذارید. اگه من دوست دارین قلب سبز و سیاه، اگه هیتمن رو دوست دارین سیاه و قرمز. بله خب هیتمن شروع کنم. بسات درسته؟ یه دونه درسته. کدومش؟ نباید بگم که سریع باشید. من الان کدومش درسته؟ نمیدونم یکیش درست بود کندی. ای بابا الان بعد کلشو بذارید. کدوم؟ سیفتا زیرو سیفتا صفر. هیتمن یه روش خوب چیه؟ هر بلاک مثلا لپیس داری، الان زرد لپیس میذاری، لپیس رو کلا پر کن ببین مثلا چند تا لپیس هستش. بعد مثلا کدوم درسته؟ بدراک رو پر کن. کدوم درسته؟ الان صفر. الان پس نتیجه چی میگیری؟ لپیس چند تا هست؟ صفر. الان چی؟ صفر. بابا چرا قبلش گفتی یک؟ خب چرا لپیس ها رو بر نمیدادی؟ لپیس اصلا نیست. لپیس بیا بیرون. این چی؟ یه دونه درسته. خب دایمون داره میمونه. خب این صفر تا درسته. خب یک میشه دیگه، همون یک باید بگی. راست میگی. الان حواسم نبود. الان بازم یه دونه درسته. دو. الان بازم یه دونه درسته. همون دو دیگه. آره دو میمونه دیگه. یه دونه درسته. این طلا حساب نیست. طلا نبود. الان بازم یه دونه درسته. الان بازم یه دونه درسته. بابا چی نذاشتی تو؟ چرا گذاشتم؟ الان بازم صفر درسته. آقای هیتمن اون روشی که بهت گفتم. وایسا فهمیدم. مگه داریم نتوستم؟ الان وای یه دونه درسته. یکیشو نگه میدم. خوشحال شده بودی. یه دونش درسته. خب الان یه دونه دیگه. الان هم یه دونش درسته. الان دوتاش درسته. الان این همون بغل دایمنده است. نمیدونم. الان یه دونه درسته. الان یه دونه درسته. هیتمن طولش نده. الان هم یه دونه درسته. بابا الان دیگه درسته دیگه. الان واسه تکون نخور. برو عقب. هیتمن نامرد. من باید این بلاک عوض کنم. نمیدونم. اینه بلاکه؟
بذار من این بلاک عوضش کنم. عوض کردی؟ نه واسه باید برم پشت. هیتمن دقل کار. خیلی خوب. خب اوکی. آره. بابا باز چی میکنی؟ بچه تو کامنت ها هیتمن دقل کار. بذار من بلاک بذارم. بذارم. بذار. خب درسته. دوتاش درسته. الان یه دونش درسته. دوتا. او من کلا 10 تا عدس دیگه داری. الانم یه دونش درسته. الان دوتاشه دیگه. اونم دوتاش درسته. ببخشید این دوتاش درسته. هیچ من روش گفتم و برو. 3 تاش درسته. دیدی؟ الان دوتاش درسته. 9 تا عدس داری. الان 3 تاش درسته. خیلی خوب. الان 3 تاش درسته. 3 تاش درسته. 5 تا عدس دیگه. چرا یهو 5 شکم کرد؟ خب تو الان 3 تا 4 4 تا. الان 3 تاش درسته. الان 4 تا عدس داری. الان 3 تا و 3 تا عدس دیگه. ایشون داره میبازه. الان 4 تا درسته. الان 4 تا درسته. خب دوتا دیگه مونده. اون دوتا هم مطمئنم یک دوتاش بتراک. آره نه یک عدس دیگه داری. دیگه بندر با. الان گفتم لپیس نداره. یه حدس دیگه بده. نه نمیتونه. یه حدس. هیتمن سروایو شو. آقا یه حدس. هیتمن نه سروایو شو. چرا؟ سروایو شو. یه حدس آقا. سروایو شو. چرا؟ سروایو شو. نکنه چالش ای من سروایو. ببخشید بفهم. بگو. چی؟ برو وسط این اول فصل میدارم الان فهمیدم خواهد چیکار کنه. وای الان فهمیدم خواهد چیکار کنه. لاباره نه TNT میدونم. آره بله بچه آقا دمه واش تو کامنت ها بازم میگه چی؟ واسه داریم واسه از بذار آرمانم بپوشم. کدوم آرمان؟ هیچ همین آرمان. من کم نمیارم هیچ یه دونه دمیج هم ندیرات آورده بودی؟ من نمیدونستم. ای نمردم. من 4 تا تیر خوردم ولی زنده موندم. بچه ها ما هیتمن ها هر جا شده و بکشیم. بکش با شمشیر بیا میای فایت. نه ایشالله ویدیو بعدی. خداحافظ. اسلو فالینگ. خداحافظ. کجا میره؟ میخوای با تیراندازی بزنی؟ آها چیکار کردین؟ چی بودین؟ میس هیتمن نوب نمیدونه این چیه. وای هیتمن آقا نوب. بابا نفهمیدم چی بود. خب آقا بچه ها تا ویدیویی بعد خداحافظ. ویدیو بعدی فایت ها. بله